السلام علیکم برادران عزیز ارجمند. در جایی که ما هستیم هوا به حد سلقین. با فیلم در برابر جای ما دیها شاید که نباشه. دیها هست، دیهایی که مردم زندگی میکنن شاید که نباشه. برای ما خیلی بلندیم. که دیدی برفه همین روز بالا برفه کاوگو پریدن همجا. انا برادرها دیهای لایران هم قبلندیم ما. همجا کاوگو زیر پرید در همینجا لانه کردگی های تخم گذاشتگی از وقتی خوابی کاوگ شدیست است. کاوگو در بالای تخمشون خواب میروند. وقتی شکار نر کاوگ سر شد ماد کاوگ قدی میره نر کاوگ شکار میکنی. انا حاضر اگر شکار آدم تنجای وقتا می برومدن نر کاوگ قدی شکار میکنی نر کاوگ قدی میاد ماد کاوگ میخوابه یا که دیگر نمود. انا این نمودی که میگیم وقتی که با نر کاوگ می ماد کاوگ میخوابه این نه چندان درست نیست. ماد کاوگ وقتی که خواب کرد در بالای تخمش خواب میشه 10-15 کاوگ میبره. در همین وقت میشه که یک تا ماد کاوگ بگیری خونگی بیاری نر کاوگش کار کنی. این خوبتره برای نسلش کم نشوه. دیگه بسیاری ها ایران نمیفهمن تیخه میرون چیکار میکنن. برادرها چی جای باجو کنی ای دیگر رو باجو میکنی نکی در قیامت همشی در کفی دست ای. برای همه برادرها خواهش میکنیم که وقتی که ماد کاوگ خواب میشه هم وقت چیکار کنی. خوبه خیلی ما یک گفتن هر کس که کرد هر کس که نکرد یادش بخیر. برادرها همین جا میگن کی خونه انا همین که تماشا کنی مکان نقشی رو همین جای حال نگاه میکنیم بگه یکان تا میبینیم ایگل دورتریم ما شاید که نبینیم. اینجا دشته که لایران میگن عجم مادگی مولش خدید دم گرفته است. این مول عجم های نه عجم خودش باشه خیلی دور های. تیم خوک بروشه یگو اونجور نمیبینی. ای همیجا درای حیران بینیم میبینیم میانه ده درای حیران خیرای برادر علف هم بلند شدگی های خیلی باز هم بلند شدن میگیره. اینجا میوی حاضر در همینجا تومیونه علف هست. یکان 2 هفته بعد میوی درجه میترسی که راه کردی علفی قبلا میشه که گم میشه در درونش. بعد خیرسا میان در درون همین کروش جای استراحت راحت میان در همین کروش در سویگی سالقین دم میگیرن میستن. بعد یکم خطرناکه که وقتی که می بدرون کروش خرسم تا حد امکان تا حد مینا میسته که شاید با باری خرس بگذاری برای گفته وان تا حد میکنه میسته. انا وقتی که بای بالا شکی اومدی بعد یک هفت میگه میگریزه گفته اون گپو تا میترسی او هم میترسه. یک همسایه داشتیم به حد همسایه شوخ بود زنده باشه سلامت باشه در جایی که باشه نقل کرد گفت که یک مردک میروه پشته ای پشته میگرده میره میروه پشته دو میگرده میره به خونشه زنش میپره چی گپای چیکار کردی؟ زنک
خرسا دیدم آرام شو مردک آرام شو کود نکن که چخل خرسا دیدم دیدی چی ای پیشم برمات گریختم تمام همین بعد زنش میگه که او خرس را دید مردک میگه هو دیدم میگه بگرد رولی خرس ای ترس مردگی ای اینم دهای لیرانی بالا عزیز آنها میگن پیاز انزور اینمی همش پیاز انزورای همینجا مالی پایان اومده است نزدیکی دای یک دو سه روز وقت داریم برای همین پیش مال اومدیم که پیاز بیابیم بگیریم بکنیم بچینیم یا برادر گفته که وعدهش دادیم امروز باید بریم روانش کنیم یا 20 کیلو میگه همینجا باید بکنیم گیریم بریم همش پیاز انزورای نمی هر جا نیجا بسیارای یکی بعضی جاش توقع پیاز انزورای دیگر جاش شلخه دارن شلخه ریشه بقوت داره دستای بیلد حتما میشکنه دستای بیلد نشکنه بیلد میشکنه هم خیلی قرای دوره که اومدی اگر دستای بیلد بشکنه اینا میگن کیفلان اینجا رو هم تماشا کنیم یکم کس نیست یکم چیز نیست یکی در این وقتی که من اومدم در این وقت یکم چیز نیستی که باشه خوبه نمیبینیش باید سحری براختر بیا که ببینیش یکان جندو را ببینی برادر یک برادر پرسید که چی باید تنها میگردی یا قدی کسی هستی نشانش نمیتونی برادر که عادت کردگیم می بعضی وقتا میرم یک جای میریم یک بعضی شاگردا بعضی رفیقا قدی میریم لیکن بیشتری وقت تنها میریم که وقتی تنها میرای با دلی خود میرای آواز نیست یکون چیز میبینی یکون کس قدی میرای حتما گپ میزنه وقتی که پشت طرفی باید خاموش باشی قدمی وزمی نداشته باشی سبک راه گردی برادر در بین همین انظورو یک دو سه تا توران دیدیم توران که پیش گذاشتن امکان نداره بعد یهو پرسیدن که توران چی ای توران انا همین ای انا همین علفا میگن توران توران چی خاصیت ها داره برادرها توران به حد خاصیتی دوایش بسیار ای برادرها تورانش همین یک دانه شب گیریم که شناس به تو ای درفت تو برادرها قدش میدای قدش بلند میشه قریب که تو یک نیم متر قدش بلند میشه گل میکنه گلی سفید میکنه برای کدام درد و دوای برای بسیار درد و دوای اساساً ای برای دردی که مثال هست حاضر حس میکنی و وقتی که همین رو بخوری 10 منوت بعد 15 منوت بعد هم درد گم میشه و همین که وقتی که خوراک میخوری دم میاری یا که چخل بگم در رمضان اثر تا بگه گشنه میمونی بگه با قدری کافی میخوری بسیاری ها میخورند با کم یا آدم که کمتر میخوره بسیاری ها ای حد زیاد هم میخورند بعدی خوردن میغلن نفس کشیدن نمیتونن دمشون میگیره هم خیلی یه سر همه مگذشتگی برادرها در رمضان وقتی که شکم تلدر کردی گفته بابا اسمت شکم که تلدر کردی ای همین دو دونه میخوری همین خیلی که چخل بگم سحر نونشته میکنی تا ساعت 12 مثال 5 ساعت 6 ساعت هم بین همین را فکر که نه سیر نه گشنه یگان کمبودی نیست همین سبک میکنی میره داروی اومیز اگر بدونن کسی برای حل کنی میخورن بسیاری ها برای حل کردن خوراک انا هم داروی اومیز مثال اگر 2 تبلت کسی تبلت کش بخوری برابر یک دونه تورون نمیشه تورون همین قدر سبک میکنه درونه بعد میجازش کم در خنکای لیکن در برابر خنک بدنش جوابو هست وقتی که گفتیم که شکمی پر خالی میکنه دم هاد میکنه این کسلی های معده بسیاری ها کسلی
غدودی زیری معده و دیگر کسلی ها دارن اینا رو همش انشالله فایده داره. ما که نمیگیم که کسی که هم خیلی بیمار هست فقط تورون بخوره. نیکی در تجربه خودم دیدگیم که وقتی که گفتم در رمضان وقتی که بگهی میخریش کم ترنگ میزنی تو میگردی که کم یک نیم برابر کلون شده است خود درک نداری. بعد وقتی که من میکنی در قدر رودا میروان یا جمع میشن باش کم دا میگیرن بعد میفهمی که بسیار خورده انا هم وقت همین دونه میخری هم خیلی که در جای 5 دقیقه خوردن 1 دقیقه خورده باشی. تاران اینا برادرها ما را پوست کردیم تورنا بسیارهایی را با نمک میخورن. با نمک خوبه، با نمک با مزه میشه ولی که بدون نمک ضرر داره فایدهش کمتر میشه. با همین خاطر بی نمکی را بخوره کمتر مزه ترشی داره کمتر بسیار نه لیکن خشخرای به حد سروای یاد دارم که اگه وقتا قطعه برادر رفتیم شکر در قندره سال 2003 هم وقتا یک شب در قندره پایین موندیم نونی خوردن نداشتیم تارون آوردیم یک خره همیقه خوردیم نفهمیدیم چی خوردیم. ایره اگر قابچش قدی بخوری سیر نمیکنی. رو بینندگان عزیز ما بسیار میخوریم قریب 35 روزی که طاقت کردیم نخوردیم که امروز بخفگی ایره با قدری امکان میزنیم.